بسم الله الرحمن الرحیم. من تو این ویدیو میخوام نحوه هاید کردن سیستم یک پوشه رو بهتون آموزش بدم. ابتدا از منوی استارت ران رو اجرا کرده، سپس دستور cmd رو تایپ میکنید. برای اینکه یک پوشه رو بتونیم هاید سیستمی کنیم از دستور اتریب استفاده میکنیم که برای اینکه بدونیم دستورالعمل ها و مکانیزم کاری اتریب چیه از علامت اسلش علامت سوال استفاده میکنیم و اینتر میزنیم. تمام دستورالعمل هایی که برای دستور اتریب وجود داره رو روبرو میشن. پس برای اینکه بتونیم یک فایلی رو هاید سیستم کنیم ابتدا با دستور اتریب شروع کنیم. به طور مثال میخوایم یک پوشه به اسم مثلا یک را تو درایو سی هاید سیستم کنیم که شامل دو تا تکست باکسه. تایپ میکنیم اتریب اسپیس نام درایو سی بود 2 نقطه. اگر بخوایم کلیه محتویات درایو سی رو هاید سیستم کنیم علامت بکسلش ستاره رو میزنیم، ولی اگر بخوایم نام محتویات یک پوشه رو به هاید سیستم در بیاریم نام پوشه رو میزنیم. پس نام پوشه ما بود یک بکسلش. چون میخوایم تمام محتویات پوشه یک رو هاید کنیم پس علامت ستاره رو میزنیم اسپیس. برای اینکه ما بتونیم محتویات یک پوشه رو هاید کنیم یا هاید سیستمی کنیم از دستورالعمل پلاس برای اضافه کردن و منفی برای خارج کردن از حالت هاید سیستم استفاده. پس از علامت پلاس اینجا دستورالعمل های نوشتیم به عنوان مثلا حروف R برای read only file attribute، فایل های فقط خواندنی رو به صورت فایل هاید سیستمی در بیاریم، یعنی اون محتویات که داخل این پوشه هستن اگر فقط خواندنی بودن ما این کار کنیم. ما چون میخوایم تمام انواع فایل های موجود تو این پوشه رو به صورت هاید سیستم در بیاریم پس کلیه گزینه ها رو فعال میکنیم. پس هم فایل های R یعنی همان read only file attribute، A archive file attribute، S system file attribute، H hidden file attribute رو نیز تایپ میکنیم. پس به اضافه R یعنی فایل های فقط خواندنی رو اضافه کن اسپیس، به اضافه A یعنی فایل های آرشیوی که داخل این پوشه است رو نیز اضافه کن، به اضافه S یعنی فایل های سیستمی همچنین، به اضافه H. الان ما اگر اینتر رو بزنیم فایل هایی که داخل اون پوشه است رو هاید خواهد شد. الان اگر یک بار ریفرش کنید میبینید که تمام محتویات داخل پوشه یک درایو سی پوشه یک خالی شد. حالا برای اینکه اینا رو مجددا برگردیم دوباره دستور اتریب نام درایو نام پوشه این بار برای اینکه از حالت هاید سیستمی خارج کنیم از علامت منفی استفاده میکنیم. پس هم دوباره می نویسیم من های R یعنی فایل هایی که فقط خواندنی هستن، من های A فایل های آرشیو شده، من های S فایل های سیستمی، من های H فایل های هاید شده. اگر اینتر رو بزنیم اگر بس پوشه یک مورد میبینیم که فایل هایی که هاید شده بودن دوباره برگشتن. با تشکر.